توی این 12 روزی که اتفاقات عجیب غریب واسمون افتاد، قطعا این فیلمی که تو میدون قدس پخش شد و هممون دیدیم. اینم فیلم دوربین مداربسته عطاری بحری. شانسی که آوردن خودشون داخل مغازه نبودن، ولی کل مغازهشون پوت شد رسما. وسایل داخل مغازهشون از بین رفت، بانک‌های ادویه همشون شکست و حتی تابلوی مغازهشون هم این شکلی. ولی داستان تازه شروع شد. ما قوی‌تر از قبل برگشتیم. برای آقای بحری و خانومش واژه شکست خیلی غریب است، برای همین شروع کردن مغازهشون رو دوباره با عشق و علاقه از ما ساختن. تمام وسیله و دکور رو جایگزین کردن و عطاری بحری دوباره جون تازه گرفت. عطاری بحری توسط خانم و آقای بحری که هر دوشون کارشناس ارشد گیاهان دارویی هستن اداره میشه. واقعا میدونستید همچین رشته‌ای تو دانشگاه اصلا تدریس میشه؟ فروشگاهشون به شدت تکمیل از انواع و اقسام ادویه‌جات و دمنوش‌های گیاهی خاصی که توسط خودشون دوتا تولید میشه. عسل طبیعی که تنوعش فقط تو این فروشگاه میتونید پیدا بکنید، یا حتی خوشباری که داخل یخچال میذارن تا تازه بمونه. چون خودشون دوتا کارشناس ارشد این رشته هستن، میتونن خیلی کمکتون بکنن در جهت اینکه نسخه گیاهی مورد نظرتون رو تهیه بکنن. آدرس و مشخصاتشون و شماره تلفنشون تو کپشن نوشتم، میتونی همین الان تماس بگیری باهاش. تمام ادویه و محصولاتی هم که اینجا دارن خودشون تولید میکنن و واقعا هم ارگانیک. یه عطاری کامل با محصولات درجه 1 و مشاوره خود دکتر بحری ارسال به سراسر نقاط ایران هم دارن.